خاطره خوش چی داریم آواره شدیم بیچاره شدیم ویران شدیم چور چپاول شدیم خاطره خوش هم هنوز داشته باشیم خبر یکی دیگر رو گرفته نمیتونستیم حالا هم سر ما اعتبار نیست که زنده میریم یا نمیریم تا خانه جنگی که از اول شروع شد میگه باب شد شوی آدم کشی بنای است کان کافر غدار نیا اول که همی بدنامی را همی بدبختی را همی جنگ و خانمان سوزی همی جنگ ویرانی و بدبختی را همی اول خلقی ها با وجود آورد بعد این اول سر صدمهش به خود این جانب رسید که صنف 12 لیسه سلطان محمود غزنوی بودم پدر و مادرم را کشت پدرم را زنده به گور کرد و مادرم هم کشته شد زرترق شد خودم صنف 11 مکتب بودم هم صنفایم را معلمای ما را با داس آلال کرد تا اون روز که متواری شدیم آواره شدیم به خاک پاکستان ایران تا این روز بدبختی و آواره و بیچارگی در افغانستان زمینای ما سوخت از جانون هم لیدلی چې د اول نه چې د انقلاب شروع شو چې دونه نفر د منګه ورک شو سرزنده د نن ته ورځې پورې چې د ونه مړی ولید نه ژوندی چند نسل در افغانستان قربانی شده از ابتدای تاریخ افغانستان وقتی که شما مراجعه میکنین میان تا به شرایط فعلی زندانی ها را مورد مطالعه قرار میتین آدمایی که در زندان به سر بردن آدمایی که حقشون تلف شده آدمایی که زندگیشون گرفته شده آدمایی که کارشون ازشون گرفته شده آدمایی که کوچ اجباری داده شدن اینا به نحو قربانی هستند که ډیره بدبخت شرایطو کې نه کار داشتیم نفرای ما شهید شد تجاوز جنسی میکردن این جنگ جدا یعنی باز هم خانه ما چور شد تمام زندگی ما در جنگ گذاشتم زندگی ما از بین رفت سلابدست شده ما توپ خورد راکت خورد که یک فامیل کل را از دست دادیم بعد از اون ما خودم معیوب شدم مادرم معیوب شد د مزدورۍ په حال باندې موږ دا ژوندونه هلته تیر کړي دي دلته هم کورونه بمبار لاندې د راکټونو لاندې په هغه وخت و زمان کې خاورې ایرې سول د موږ کومه شتمني چې وه دلته لوټ او چور سوله د خلکو له طرفه پیش جنگات که دهقان بودیم دهقانی میکردیم زدن خانه‌های ما را در گرفت نفرای ما شهید شدن خاطر جنگ مهاجر شدیم پاکستان رفتیم مکتب خواندن نتونستیم؟ نه بتونم درس بخونم خونه مکتب ها تعداد خراب شد و درس خانم گه ایران میرفتیم گه در افغانستان زندگی میکردیم همین قسم روزمره روزگار خود پیش میبردیم مسئله که ما آوان بود به اصطلاح محفل جشن شروع میشه انداخت آوان جنای راست ما نفر از بین رفته جنای چپ ما از بین رفته تا کسی که با ما همراه بود تا چند قدم از لغمان بودن کسی سیدرامان نداشت فرضاً از سایه جشن خارج شدیم وقتی که در داخل سایه میریم که باید اداره است یا اون قطعه عسکری است که همین چیزو تا فلان وقت که ما بدونمون منطقه که تا آخر کرده بود همونش از بین رفته شوهرم کشته شد باز پس آمدیم در کابل آمدیم که مال خانه ما چور شده برای ما یه چیز نمانده خود دیگه المتر 7 نفر عیال بودیم اولادای ما خورد مانده بود خود دیگه این مشکلات ها رو دیدیم دیگه یک بچه من 4 ساله بود از گشنگی فوت کرد صدای چیخ شنیدم برآمدم بیرون دیدم که برادرم پاش مرمی خورده تا زمان خیلی خورد بود شاید 7-8 ساله 2 ساله بیشتر نبود اگر داستانای طولانی صحبت کنم یک فیلمی 3 ساعته میشه که چقدر سختی کشیدم و چقدر مشکلات دیدم و چقدر کم غذایی کشیدم چقدر بیخانه‌ای کشیدم خب یه داستان خیلی زیاد طولانیه عزیز کلاشینکوف عزیز بدل داشکه و عزیز راکتان هم در طرف کنیم فهمیم از کی بود از کجا میامد حتی ما با شما گوش نخواه میکنیم از دست راکت بیرون را نمیتونستیم څو انتیاریان ما په خپل لکه په خپله مې لیدلي دي په خپلو سترګو چې مکتب نه را روان ورور مې راسره و په چارۍ کې انتیاري وشوه مکتب میرفتم و مسیر ما از مقابل کتابخانه ناحیه 11 بود در خیرخانه
اتفاقا از قضای روزگار توجه بسیار عجیب کردم به طرف کتابخانه مملو از کتاب، میزهای پاک آماده برای مطالعه، همه جا آماده بود برای مطالعه. اما زمانی که مکتب رفتم و ما رخصت شدیم، پس آمدیم، رخصت شدن ما مصادف بود با داخل شدن مجاهدین در کابل. ولی بدبختانه زمانی که می آمدم در مسیر راه، از اون کتابخانه دیگه اثر نبود اصلا. من کتاب ندیدم، همه میزها به غارت رفته شده بودن، شیشه ها شکسته شده بود. خانه من از بین برد، وسایل من، زندگی من، همه چیز من و او طفلک من که جوان بود، تازه و اصطلاح جوان شده بود، او از ترس زیاد زارتر شد. ناگهان به جسد برخوردم که سر نداشت و حد زدم که شاید همون دوستم همین مرده به سر بوده باشه. دوران دکتر نجیب که اجدر که جمع میکن ما فرار کردیم رفتیم ایران، باز مجاهد گرفتم، پس آمدیم کابل، باز طالبان که گرفتم دوباره پس ایران رفتیم. این دولت کرزی که گرفت دوباره پس افغانستان آمدیم. سنن 4 سال داشتم که پدر خود از دست دادم. یعنی دو دورانه که من خوب و بد زندگی را نو در پروسه آموختن از او بودم. من فقط پایلوچ کردم به خاطر اینکه یک مقدار روزی و نان به فامیل خود کمایی کنم. اون نشاط و اون لذتی که یک جوان در زندگی خود می داشته باشه کاملا من می‌بینم. مرمی به شقیقه صحبت کرد، از نزدیک اولی شام بود توسط مخالفین دولت اسلامی و ما اثر از اون ما بینایی هر دو چشم خود تا هم باعث شام عزیز دادم. جنگ در افغانستان جنگ نبود، در بین خود جنگ میکنن. کردستان کشت و یادت دیگه داد. حالا دیگه فامیل ما نیست که مثال یک نفر دو نفر شهید نداده باشه. چرا جغرافیا یا این محیطی که ما هستیم به این وضعیت هست؟ تحمیل میشه. به این معنی که ما دشمنای خارجی از داخلی که بیشتر بود. از چی مثلا؟ از امنیت مثلا خوشبخت باشه، از وضعیت اقتصادی خوب آدم خوشبخت باشه، از چی باشه؟ مثلا از وضعیت آموزش پرورشی که در کشور وجود داره، از چی آدم خوشبختی چی؟ آیا مثلا از تفریحگاه هایی که هست، از کدام میشه آدم میتونه خوشبخت باشه؟ این وطن ماست، این خاک ماست. نسل آینده از این مملکت از این مرزبون چی خواهد شد؟ ما وطن ما جایی نمیرم با واقعیت. ما سعی که آو نداریم، ما نان نداریم. ما تاثیر د جنگ ټولو ته دغه منفي اغیزه ورسپارلې ده. وطن خود خدمت کنه. صبح وقت از خانم ابراهیم با 1000 تا گدا روبرو میشه که در جنگ کلان شدیم و در جنگ زندگی میکنم و شاید هم در جنگ بمیرم. کلگی اولادا در مکتب امتحان میته، کلگی به نتیجه ما برای ای چی رقم کار ای از دست انتیاری، ای کل چیزا، ای کلگی از دست کسی دیگه که دست دراز میکنه در مملکت ما، این همی کارا و این همی الله روزا دوام داره و دوام داشته باشه و خواهد داشت. ما که مایوس هستیم دنیا مایوس است، ما که خوش باشیم دنیا خوش است. شما یقین داشته باشین که اگر سنگ می بود سنگ آب می شد. آفرین به می ملتی که خب ای کاش که یک جایی می بودم که حدی اقل اونمو دغدغه های خود آزاد مطرح میکردم. جنگ خسته هم نمیخوایم جنگ کنم. ما هیچ وقت تو دنیا شکایت هم نمیکنم، خدا رو شکر. په دغه وجه کېږي که جنگ او جدل بیا نه کېږي. از گذشته میگه یاد نکن، تیر شد رفت بان باز همونطور بوره. دیگه جنگ هم میکردیم اونا رو میزدیم. جنگ برای ما هیچ تعریف نداره، هیچ. چی آرزو داری؟ جور شود دیگه. اما امید لرو خدای تا چه خدای به افغانستان دست یارم کی چه د خلکو شیطانی نه د خلکو لاس نه و مبارزه با این همه درد و رنج که مردم افغانستان دیدن، پاکستان است یا ایران است یا چهار طرف ما رو با حل نمیمونه. نه دیگه ما
جنگ نمیکنیم دیگه، مستفید شدیم ما را دیگه، جنگ بس است. وطن خود جنگ نمیخواهیم دیگه. کشور ما آرام باشد، اسلامی باشد، دیگه زیر مستعمره خارج نباشیم، استقلال ما به دست ما باشه، مستقل باشیم، همین آرزوی ماست. اگر بشریت به جنگ خاتمه نده، بالاخره جنگ برای بشریت خاتمه میده. یکی بیجا شدگان است که از اثر جنگا رفت. وقتی چه نعملی کی جنگ منست رازی که ما اگر بریم شهید شویم ما داوطلب بریم ولی خانه ما از بین رفت. جنگ باشه و کل مردم مایب شده، کل مردم